بسیاری جایا ما هزارها از نقطه نگاه سیاسی بسیار یعنی او وقتا که بزرگای ما یا رهبرای ما بوده از نقطه نگاه سیاسی اندیشه اونا طبق معیاری بین المللی یا خواستهای او وقتا اصلا نبوده. ایرا اسنادها نشان میده. منم ما به طوری که چون وقت خیلی کمه، چون امروز به سرنوشتی که عزیزانی ما که قبل از من صحبت کردن متوجه بودم اشاره کردن که ما هزارها همیشه مثلا هر چی که مشکلات در راه ما بوده که بوده، مگر عمده ترین از این مشکلات و اپورتونیتیزی که ما میس کردیم و اپورتونیتی یا موقعیت و شانس که بوده، شانسی سیاسی بوده که امروز هم متاسفانه با خاطر ازی که بزرگا و کسایی که در رأس رهبری و سیاست هست، من نظری است امکان داره بین ازی گپای آرگومنت از من یک امکان داره کم تفاوت باشه، مگر من خوب از روی اسناد ما میفهمم که بزرگا که در رأس سیاست هست هنوز از جریانات های سیاسی هزارها در قرنهای گذشته از اینا بسیار آگاهی ندارن. با خاطر ازی در بسیاری جایا ما از نقطه های ضعفی که در سیاست بوده از اونجا از ما استفاده شده و اونا را باعث شده که ما موقعیت هایی که در جایگاهی که با مقابل دیگر مردم ها یا قوم هایی که در افغانستان هستند با اونا هم برابر و همگام باشیم، در اونجا را ما از دست دادیم.